در جنوب شهر کهن هرات بر پهنه رود خروشان هریرود پلی قد برافراشته که قرنهاست خاموش شاهد گذر تاریخ بود. پل مالان. این پل یکی از کهن‌ترین و دلانگیزترین پل‌های افغانستان است. برخی باور دارند که قدمتش به روزگاران پیش از اسلام باز می‌گردد، زمانی که آتشکده زرتشتی در نزدیکی آن برپا بود و زائران برای نیایش از همین راه می‌گذشتند. اما افسانه زیبا در دل این پل نهفته است. میگویند دو خواهر به نامهای بیبی هور و بیبی نور برای استواری پل تخم مرغ را در ملات آن آمیختند تا در برابر خشم سیلاب‌ها پابرجا بماند. از آن روز تا به امروز مردم باور دارند که پل مالان با ایمان و دستان زنان ساخته شد، نه فقط با سنگ و ساروج. تاریخ نیز گواهی می‌دهد که این پل در زمان سلطان سنجر سلجوقی و در سال 505 هجری قمری بنا شد و در گذر زمان بارها بازسازی گردیده. طول آن نزدیک به 230 متر است و با 22 دهانه قوسی و 20 موج شکن هنوز هم استوار در برابر تند آبهای هریرود ایستاده. تا پیش از ساخته شدن پل پشتو در سده گذشته این پل تنها راه پیوند هرات با سیستان و قندهار بود. امروز نیز مردمان گذره و انجبیل از روی آن می‌گذرند و در فصل بهار هنگامی که آب هریرود بالا می‌آید تصویر پل مالان بر صفحه آب نقاشی شگفت‌انگیزی را پدید می‌آورد. پل مالان یادگاری زنده از ایمان، عشق و هنر مردمی است که پس از 1000 سال هنوز ایستاده و نفس می‌کشد.